در روز دوشنبه بهرام به قصر سبزرنگ رفت که بانوی خوارزمی در اونجا منتظرش بود و قصه رو اینطور آغاز کرد که در سرزمین روم مردی زندگی میکرد به نام بش که بسیار پاکدامن بود و خواستنی همچون شیرین عسل. اینو نظامی بهش میگه. از قضا روزی در کوچه عبور میکرد و باد وزید و روبنده زنی که از روبرو میومد رو بالا زد و بهش یک دل نه 100 دل عاشق زن شد. شما فکر کن که زن خوشگل مثل نمیدونم آنجلینا جولی، شکیرا، بلوچی، هر کی فکر میکنید این داشته میومده و روبنده‌شو باد زده بالا. خلاصه بهش تمام مدت داشت به این قضیه فکر میکرد که به خودش نهیب زد که بهش نمیتونی به این قضیه فکر کنی، این شهوته و آبروی تو رو از بین میبره. در همین گیرودار بهش تصمیم گرفت که به سفر زیارتی بره تا یا خدا این عشق رو از سرش بندازه و یا راهی برای رسیدن به معشوق براش قرار بده. به بیت المقدس سفر کرد تا اونجا خانه خدا رو زیارت کنه. در راه برگشت با مردی هم سفر شد به نام ملیخا که در ظاهر خیرخواه بود و در باطن شر به همراه داشت. ملیخا دانشمند و عالم بود و از همه چیز اطلاعات زیادی داشت. در مسیر هی پرسید که بش میدونی چرا ابرا سیاهن؟ میدونی چرا ابرا سفیدن؟ میدونی چرا این کوه بلنده؟ میدونی چرا اونجا اله؟ میدونی چرا جیمبله؟ بهش نمیدونست دیگه. بهش هم گفت که آقا چون خدا خواسته. ملیخا مسخرهش میکرد، بهش حس ناکافی بودن میداد که نه تو اطلاعات نداری و هی میگی که خدا خواسته، خدا میخواد فلانه و با این دید کوتاهی که داری انسان موفقی نخواهی بود، از زندگی استفاده نخواهی کرد. در همین حین در مسیر به جایی رسیدند که تشنگی بهشون غالب شد و آب نبود. بسیار در بیابان رفتن تا اینکه رسیدن به یک خمره آبی که آب زلال تازه در اون بود و گوارا بود، خیلی گوارا. ازش نوشیدن و در کنارش خستگی در کردن و غذا خوردن و نشستن. طبق معمول ملیخا پرسید که میدونی این آب از کجاست؟ بهشم گفت حتما کسی نذر داشته آب اینجا گذاشته برای کسایی که از زیارت برمیگردن. ملیخا گفت چقدر تو ساده لوحی، آخه کی میاد این همه را آب تازه رو ساعت به ساعت بیاره توی خمره بریزه که چی بشه؟ نه عزیز من، اینجا به احتمال زیاد شکارگاهیه. این آب رو گذاشتن که آهو و گوزن و قوچ که علفهای شور میخورن و تشنه میشن به این سمت حرکت کنن بیان آب بخورن و اونا هم شکارش میکنن. در همین بحث ها بودن که خب بهش خسته شد و گفت که خیلی خوبه که تو راست میگی، من میخوام بخوابم. و ملیخا بهش گفت که کمی دورتر بخواب و پشتتو به لو دادم که پشتتو به خمره بکن، من میخوام در این شنا کنم، بدنمو بشورم و بعدش هم خمره رو بشکنم.